دوستان عزیز، ای هموطن ما و شما، من چند روز خیلی ناراحت بودم که در کجای چرا حضور پیدا نمیکنه، اما خدا رو شکر امروز تماس گرفت، حضور پیدا کرد، در کنار هموطنهای درد دیده خود است. اما دوستان عزیز، بودجهش بسیار کم است. یک تیم مجهز پرتلاش که در همه نقطه افغانستان هر حادثه که پیش به خودشان میرسانه. امیدوارم که دوستان عزیز دست بر دست هم دیگه بدیم، در کنار هموطنان درد دیده خود در کنر و در افغانستان عزیز باشیم. این برادر ما واقعا کاری انجام میده که قابل قدر و قابل ستایش است. امیدوارم که با تیم پرتلاششان همیشه موفق و پیروز باشند. برای مردم رنج دیده افغانستان سربلند باشین. بازم تاکید میکنم کمک کنید لطفا. فلک با مردمی کنر چه کردی، رزاکت و خشک و تر چه کردی، جوانایی کنر در خاک خفتن، دیدی در زیر خاک و بر چه کردی. دوستان عزیز، سلام مجدد. این ویدیو برای کشورهایی که همسایه ما است، بسیار نزدیکن. به عنوان یک انسان از اینا گله دارم. جمهوری اسلامی ایران نیروی بسیار زبردست و توانایی داشت که در روز اول میتوانست در سر حادثه در افغانستان بفرسته و کمک شونه. بله، ما اینو اعتراف میکنیم که ما از نظر نیروی متخصص ما عاجزیم، نداریم و از همه چیز ما عاجزیم، توانشو نداریم. چنانه که زلزله در بم شد همه کمک شدن و چنانه که بندر عباس آتش گرفت، نیروهای متخصص افغانستان سریعا به بندر عباس رسید و ما این گیلگی را از کشور ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان و بقیه کشورها که نزدیک به ما هستند، از اینا